السلام علیکم محترم حاجی میرزا. بعد از سلام از درگاه خداوند کریم تنی صحت و سلامتی، آرامی و جمعیت و اهل و بیت شما را طلبگارم. من از شهر دوشنبه یک برادر اسلامی و مخلص امر معروف شما ذاکر افغان هستم. لیکن برادر، سوال از فعل خودم. در بازار گنجینه سودا میکنم. کدام دختری گذرد آنها را، یعنی دخترها را، شوخی‌های بی جای و بجا میکنم. این از نگاه اسلام عزیز ما چگونه است فهمانید. با جمله دوستداران شما از بازار گنجینه، شهر دوشنبه، سکتور دهم. کودک‌هایی که از پیشاب تنقیصی میکشند و تیز پیشاب میکنند، پس این مشکلی هست. با شما شفافرما سیستیت اونریز را توصیه میدهد که شما میتوانید این مشکلی را حل کنید. سلام دوستان، بسیاری شما از پروستاتیت تنقیصی میکشیده. مرحمت برادرها، با شما توصیه میتونم پلناتسین کورس لیشینی برای پروستاتیت. ان شاء الله که هم مردونگی با خود میکنه، همچنین ژلانی هم خوبگی خوب میکنه، هم برای گرده، معده، قد رودها به حد افکتیو نه. تریلیبوس ماسین، دو دونه روغن خیلبا، یک تا قیصل هندی، دو پاچکا فیتو سویچا. غیر از این، شرکت شفافرما برای شما حجامه بپوز را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد، هم رفته حجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. ما با تمام مخلصان خود، با تمام آن کسانی که ما را احترام میکنند، ما را دوست می‌دارند، ما هم اونها را دوست می‌داریم، ما هم اونها را احترام میکنیم. و فقط خواست من، مقصد منم برای بهبودی، برای جمعیت و برای خوب کردن اخلاق جوانها من مبارزه میبرم. فقط مقصد ما همین است. این برادر ما وقتی از ما سوال کردن که آدمی نمازخوان بازم این یک فعل ناخوبی داشته است که با دخترهایی که از پیش دکان اونها میگذشته است شوخی‌های بیجا و بجا میکرده است. خواست است که اسلام در حق این گونه جوانها چی میگوید. این فقط در حق این ذاکر افغان نیست، بلکه امروز اکثر جوانها دخترهای راهگذر را گپ میپرتایند، با اونها شوخی‌ها میکنند. خدا در قرآن سوره نور نظر میکنیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك اذکى لهم ان الله خبیر بما یصنعون. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. صدق الله العظیم. خداوند مهربان، خداوند قادر و به همتا، چی به زنها چی به مردها خطاب کرد، سفارش روان کرد: ای محمد صلی الله علیه وسلم، با تمام جوانها، با تمام مردان امت خود بگو که وقتی یک زنی را که وی زنی بیگانه است، وی زن نه خواهر تو است، نه ینگه تو هست، نه خارزای تو هست، بلکه یک زن همسایه است، یک زن نیکارس است. وقتی آنها را که دیدن باید که چشمهای خود پیشی برگیرند، به آنها نظر نکنند. خدا این سپارش داده ایستاده است و به تمام مردهای امتت ای محمد صلی الله علیه و سلم خبر بده که خودشان را از زنا نگه بدارند، زیرا پروردگار اونها از تمام افعال و کردار اونها درکدار است. در دوام آیت خدا چی میگوید؟ و بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم با تمام زنهای امت خبر بده وقتی مردهای بیگانه را که دیدن باید که به سوی اونها چشمی با شهوت نکشاید، باید به سوی مردها نظری با شهوت نکنند و خودشان را از زنا، از حرام نگه بدارند. این سفارش پروردگار برای تمام مردها و زنهاست. شاعر عرب میگوید: کل الحوادث مبدأها النظر
و معظم النار من مستغرر الشرر. این شاعر عرب گفته است همه حادثه های روی دنیا را سرشویش مبدأش گفته همون چشمش از نظر کردن سر می شود. و حضرت تشبیه آوردند و معظم النار من مستغرر الشرر. گفتن چگونه که یک آتشی که چند قدر علنگه دارد اولی او را نظر کنید چند قدر خورد است، یک آتشی خورده که هست، وقتی وی بالای او که گذاشته می شود وی به علاوه خیلی کلان مبدل می شود. یعنی این نظر اول یک چیز خیلی خورده هست که باز شاعر عرب چی میگوید؟ در اساس همین میگوید نظرتون فابتسامتون فسلام و کلام و موعد فلقا. حضرت گفتن سرشوی زنا گفتن اول از نظر سر میشود، یکم نظر میکنی، دوم فابتسامتون، دوم نظر کردن، وقتی نظر کردی بس او تبسم میکنی، سوم فسلام، بعد تبسم کردن با او باز سلام میکنی، فکلامون، چهارمش چی است؟ بعد سخنرانی تان سر میشود، فموعدون، پنجمش گفت بعد جای موعد اعلان میشود با فلان جا را بیا، ششم فلقا، بعد شما با یکدیگر میرسین. اولی سرچشمش چی بود؟ نظرتون، نظر کردن، از نظر کردن سر شد. رسول اکرم حضرت علی را چی گفتند؟ لا تتبع النظرة النظر فإن لك الأولى وليس لك الآخر. علی گفتند یک بار که چشم تو با این زنها میگذرد در یک بار خدا تو را محاسبه نمی کند، خدا تو را عقاب نمی کند، خدا تو را عذاب نمی دهد. وقتی یکم بار یک بار نگاه میکنی ولیس لک الاخر، لیکن علی بدان که دویم بار وقتی نگاه کردی این دومش به ضرر توست. یک بار نگاه کردی ضرری ندارد، زیرا وی فوق‌العاده شد، نافهمیده شد، لیکن دویم بار از روی شهوت وقتی نظر کردی الله که اینش به ضرر تو حل می شود. جوان عزیز از این شوخی های بیجا دور باش. یک قصه به یادم آمد، میگوید یک جوان نزد رسول اکرم آمدند و گفتند ای حبیب خدا، همینجا یک تکلیف شده است، باور کن خودمونم دلاورم نمیشیم، بلکه میگن همینجا یک برای بعضی باز کمبودی هایی که پیدا شده است میگن یک صندوق گردانیم که همون کارگرها تامین شوند. گفته خیلی سخنشون قبول کردیم. یک جوان نزد حبیب خدا آمدند و گفتند ای پیغمبر خدا، من میخواهم که زنا کنم، آیا بر من رخصت نمیدهی؟ یاران پیغمبر که در اطراف پیغمبر نشسته بودند میگوید بی نهایت غضبناک شدند، گفتند این پیغمبر خدا را مسخره میکند، وای نمیداند که پیغمبر خدا دائما به ضد زنا از آیه های کریمه صحبت میکند. میگه رسول اکرم که بسیار آدمی با صبر و مهربان بودند چیکار کردند؟ در حال جوان را گفتند نزد من نشین، گفتند نشست. گفت ای جوان، گفتند زنا میخواهی؟ گفت بله زنا میخواهم. گفت آیا میخواهی که با مادر تو کسی زنا کند؟ گفت نه ای پیغمبر خدا نمیخواهم. گفت میخواهی که با زن تو کسی زنا کند؟ گفت نمیخواهم. گفت میخواهی که با اپی تو کسی زنا کند؟ گفت نه نمیخواهم. میخواهی با خواهر تو کسی استراحت کند؟ گفت نه نمیخواهم. با خاله و با عمت میخواهی کسی استراحت کند؟ گفت نه نمیخواهم. گفت پس ای دادر عزیز، ای جوان عزیز،
یقین دان که آن زنی که با تو استراحت میکند وی هم یا زن یا مادر یا دختری کدام برادری تو هست. این جوان میگد از جای خود خیز، گفت پیغمبری خدا در حق من دعا کن. رسول اکرم 3 دعا کردند. پروردگارا فرج این جوان را از زنا نگه بدار. پروردگارا دل این جوان را صاف و مجلا بگردان. پروردگارا گناهان این جوان مغفرت بگردان. آمین یا رب العالمین کردند. جوان از جای خود خیز گفت به خدا قسم در روی زمین از محمد دیده دیگر رفیق ندارم، از محمد دیده دیگر محبوب ندارم، بجز دوست من فقط و فقط محمد است، من وی را دوست می‌دارم. این جوان از پیش رسول اکرم فارغ شده. بسیار خوب می شود جوانای عزیز امروز از نظر کردن، امروز با این زنها یک جایه شدن، استراحت کردن، فقط خواهر و اپای ختان پیش نظر بیارید. از این عمل دور باشین، زیرا خداوندم در قرآن برای شما تذکر میدهد، یادآوری میکند ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. خدا در قرآن میگوید ای بندگان من، کسی دعوا میکند که بنده خدا هستم به زنا نزدیک نشو، زیرا زنا چی یک بدفعل و چی یک بدراهی هست. شما وقتی اگر زناکار شوین جوانای عزیز، دیگر شما حیات شیرین نمیبینید، شما دیگر با زنتان معامله خوب کرده نمیتونید، دیگر زنتان دوست نمیدارید. برای شما ان دخترهای کوچه محبوبتر میشود. شما دیگر با یک زن زندگی کرده نمیتونید، بلکه در حال روز به روز طلاق تو زیاد شدن میگیرد. این بسیار اثرهای ناخوب دارد. بین امروز خداوند 1450 سال پیش قریب ما و شما را گفت به زنا نزدیک نشوین. حکمتش امروز برآمد. سپید کی درک داشت؟ از کسل سپید کی درکدار بود؟ امروز دنیا را سپید اشغال کردگی هست، هیچ طبابتی ندارد. سرچشمش از چی است؟ از زنا کردن است. درود و رحمت خدا بر شما باد ای برادر عزیز و داملای شیرین بیان حاجی میرزا. سوال: آیا نام اساسی ابو هریره چی بود و چرا او را ابو هریره میگویند؟ ابو هریره که ما به نهایت نام این حضرت را زیاد میگیریم، نام اساسیش در زمانهای جاهلیت میگوید عبدالشمس نام داشت. عبدالشمس، شمس گفته آفتاب میگویند، یعنی بنده شمس. اون زمانهای جاهلیت کی بود؟ عبدالعزا میماندن، بنده بوت، همون بوتهایی که بودن همون به نامهای همونها میماندن، یعنی از خدا و از آخرت که درکدار نبودن. این گونه نامهای میماندن که یعنی فقط به همون خداهای خودشان چی بود؟ روانه بود. این ابو هریره در دوره های جاهلیت عبدالشمس نام داشت، بنده آفتاب. رسول اکرم وقتی که ایمان آوردن، یعنی سال 7 هجرت بود که ایمان آوردن، وقتی ایمان آوردن پرسیدن که تو چی نام داری؟ گفت من عبدالشمس نام دارم. گفت تو عبدالشمس نیستی، تو نامت عبدالرحمن است. رسول اکرم نام ابو هریره را به عبدالرحمن تغییر دادند. عبدالرحمن ابن صخرین، پدرشان صخر نام داشت و خودشان عبدالرحمن نام داشتند. چرا کنیت ابو هریره داشتند؟ اصلا رسول اکرم را ابو هریره نمیگفت، بلکه ابو هر میگفت، زیرا هر این مذکر است، هریرهش مؤنث است. یعنی ابو هر گفته فریاد میزد. کسی ابو هریرهش میگفت که مرا پیغمبری خدا ابو هر گفتن، از این خاطر ابو هر گوید مرا. و این نام از کجا پیدا شد؟ میگه در آوان جوانیش این ابو هریره با پیشیک بسیار بازی میکرده است و گربه را به نهایت دوست میداشته است. این لقب، این کنیتش از جوانیش بوده است، یعنی بسیار که محبوب همین گربه کی بوده است. از این خاطر رفیقایی که همراه خود داشت با همین کنیت ابو هریره گفته آمده، حتی که دوره اسلام هم که آورد این لقبش گم نشد، بلکه ابو هریره باقی ماند. ابو هریره یکی از نفرهایی هست که
ابن جوزی میگوید که در بین تمام صحابه ها یگانه ابو هریره حدیث زیاد حفظ میدانست و روایت کرده است. 5374 حدیث را ابو هریره روایت کردگی هستند. همه این از زیاد میدانستند. میگوید که سبب بسیار دانستن این حدیث های من در چی سبب بود؟ من شب و روز همراه پیغمبر بودم. من از اهل صفه بودم. اهل صفه گفته دائم در همون مسجد پیغمبر خدا نشسته بودند. اونها هیچگاه از مسجد جدا نمی شدند. هر صدقه که با پیغمبر کی می آمد، رسول اکرم که صدقه را کی نمی خورد با اهل صفه می داد. یعنی همون ابو هریره شون همراه چند شیخای دیگر که 40 یا 45 تا 70 میگویند بودن، همون شیر را چکار میکردن میخوردن. از سبب دانستن من میگوید زیاد حدیث این است که با پیغمبر خدا بودم، من کار دنیا نمیکردم. دیگر سببش این بود که ابو هریره نه زن داشت نه فرزند، بی زن و بی فرزند بودن. چنان حضرت محب پیغمبر بودن که میگوید چنان پیغمبر را دوست میداشتم که در رگ و در خونم محبتش چسبیده بود. از چهره پیغمبر میگوید هیچگاه سیر نمیکردم. 1 ساعت از پیغمبر جدا میشدم گویا که قیامت بر بالای من آمده باشد. نمیتونستم از پیغمبر جدا شدم. هر روز وظیفه میگد این بود که 12,000 بار استغفر الله میگفتم. 12,000 بار. یک رشته دراز داشت، میگوید که 1000 گره داشت، مثل تسبیح های امروزه ما و شما. استغفر الله استغفر الله استغفر الله میگفتم. پروردگارا به سوی تو توبه کردیم، به سوی تو توبه کردیم. شب میگوید آن شب برای من حرام بود که اگر با این رشته خود 1000 بار سبحان الله نمیگفتم. پاک هستی تو ای پروردگار. پاکی پروردگار را میگفتم، بعدا سرم میماندم خواب میکردم. این گونه محبوب خدا بودن. انا همین است سببهای ابو هریره بودنش. میگوید یک مادر سال خورده داشتند، بسیار مادر پیرانسال بود. چند بار دعوت میکردن، اسلام نمی آورد. باری میگوید ابو هریره میگوید وقتی دعوت کردم که مادر اسلام بیار، با محمد صلی الله علیه و سلم پیرو شو، میگوید چنان یک سخن ناسزای در حق محمد گفت که دیگر طاقت نکردم. از جایم خیستم، گریان به نزد رسول اکرم آمدم. گفتم ای پیغمبر، اگر دیگر نفر این سخن را میگفت مرا پاره پاره میکردم، لیکن مادری من در شأن تو چنان سخن قبیحی گفت که من دیگر طاقت کردن نتانستم. خانه را ترک کردم. یا در حقش دعا میکنی خدا هدایتش کند، یا دیگر اون خانه من نمیرم. رسول اکرم دست برداشتن، گفتم پروردگارا مادر ابو هریره را اسلام عزت ببخش. آمین گفتند. ابو هریره میگوید گشته آمدم، نگاه میکنم که دروازه محکم است و شرشر آب میآید، ریختن آب. یعنی آدم وقتی نو مسلمان شود باید که غسل کند، باید آبازی کند. میگوید آواز آب میآمد، دروازه را تق تق کردم، در آمدم. گفت ابو هریره نزدیکتر نیا که من برهنه هستم، من آبازی کرده ایستادم. وقتی وای میگوید آبازی کرد، لباسهاش که در بر کرد، وقتی مرا دیدن برابر گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. زمانی میگوید ایمان و اسلام در وجود مادر من تأثیر کرد. در پیش مادر میگه چگونه که یک لحظه پیش از سخن قبیح او گریه میکردم، این زمان چنان یک اشک شادی از چشم میریخت که گویا که فرزند من از دنیا گذشته باشد. اینقدر گریه مرا میگه فرا گرفت و دست مادر ما گرفته و نزد حبیب خدا آمدم. گفتم پیغمبر خدا بشارت باد که مادر ابو هریره ایمان آورد. دست برداشت گفت پروردگارا محبت ابو هریره، مادر ابو هریره را و فرزند او را در دل تمام امتان من محبتش را جایگیر کن. گفته و آمین کردند. امروز تمام دنیا مادر ابو هریره و خود ابو هریره را دوست می‌دارند و احترام میکنند. سوال همون است.
السلام علیکم اکای حاجی داملا عزیز و محترم. ما یک گروه اخلاصمندان شما از ناحیه کلخوزآباد اول از خدای متعال برای شما تنصیحتی و سلامتی نیک و حفظ شما و شما بر اینها را از کل بدخواهان میخواهیم. آمین. بعدا ثبت‌های شما را بر دوام به صبرانه انتظاریم. اکای داملا ما در کسیت 49 شما را در باب نکاح درباره بعضی چیزها فهمیدیم. من گفتنیم که من از ناحیه آرجانکیزآباد زنگ گرفتم. در عین نکاح در پشت من سوزن سخت میکردند. اگر این عمل ناجایز باشد من از سر اینا نکاح کنم یا نه؟ با احترام مخلص شما. این سوزن زدنم یک نوع بدعت است، یک نوع خرافات ها هستند. اینا از اسلام ما نیستند، مگر که اینا عرف و عادت همین مردم ما شدند که در پشت همان بچه را که نکاح میکنید سوزن میزنید. این هم هیچ معنی ندارد. نکردن هزارها بار افضل و بهتر است. لیکن این برادر در نکاحش ضرر زیان نه آمده است. یعنی این باید از سر نکاح نکند، بلکه امروز مادامی که دانست و فهمید بر دیگر برادرهایش تبلیغ کند که این عمل عملی نادرست است. باید که ما این عمل را ترک کنیم. اکای داملا التماس با این سوالهای من باز جواب گویید. بعضی آدمان 4 رکعت سنت پیشین را در خانه میخوانند و 4 رکعت فرض را در مسجد خوانده، بعدا باز 2 رکعت سنت را در خانه میخوانند. همین آدمانی که همین خیل نماز میخوانند خانهشان از مسجد 300-400 متر دور میباشد. آیا این عمل درست است یا نه؟ البته اگر سنت ها را ما و شما در خانه خوانیم خودش سنت است. زیرا رسول اکرم حدیث های مبارکش است که شما خانه هاتان به قبرستان مبدل نکنید. مقصد که یعنی در خانه هاتان نمازهای سنت خوانید، نمازهای نافله را در خانه خوانید و آمده فرض در نماز در مسجد جماعت کنید. این حدیث پیغمبر خداست. اگر مبادا که کدام برادری که در مسجد هم که اگر سنت چه خواند این غلط هم نیست، این نادرست هم نیست، لیکن اگر رفته و در خانه‌ش هم که خواند این افضل‌تر است و یا باید ما و شما ملامت نکنیم. این خوب است. شما میتونین حتی در همین مسئله های فقه حنفی اینا مثلا گوری میری را تماشا کنین، میگوید که سنت بامداد باید در خانه خوانده شود. اگر مبادای در خانه خوانده نشد در راه خوانینش، در راه نشد بیرون مسجد خوانین، بیرون مسجد نشد پس یک استون مسجد خوانین تا که در صف شما سنت نخوانید. های اندازه تأکیدها آمدگی است. یعنی در خانه ما و شما نماز که خوانیم تمام جین و دیگرها از خانه ما و شما دور می شود با سبب نماز خواندن ما و شما. تقدیر چیست؟ انشاءالله اینجا تقدیر در سوال کردن من جمعه آینده در باب تقدیر با شما صحبت میکنم. 4، ختم خوجه چی درجه دارد و ختم قرآن چی درجه دارد؟ یعنی بغیر تقدیر 4 سوال کردن، 3 سوالش جواب میگیم. سوال یک سوالش که در باب تقدیر است جمعه آینده انشاءالله من جوابش میگم. ختم خوجه و ختم قرآن. البته ختم قرآن از ختم خوجه دیده افضلتر و بهترتر است. ختم خوجه را خدا رحمت کند استاد ما بابای ملا شریف که همه شما میشناسید. امون حضرت در همین محله ما ختم خوجه نمیکردند. مرحمت همین سفیدای محله وجود دارند. میگو مادامی که همین ختم که بجا آوردن نمیتوانند و برای ختم خوجه که مردم زیاد در کار است و مردم سوره علم نشرح را نمیدانند، سوره قل هو الله را درست خواندن، سوره اخلاص را درست خواندن نمیتوانند، از این خاطر یک نفر آدم همین سوره تبارک خواند، 3 بار دیگه از پسش سوره اخلاص خواند، دعا کند، بس کفایت میکند. این افضلتر است میگفتند. از این خاطر ما هم که پیروای ایشان هستیم، شاگردای ایشان هستیم و در همه جا میگویم که ختم همین سوره تبارک خوانین، 3 بار سوره اخلاص خوانین، این بهتر افضلتر است. همین هم شخص خواند که قرآن گذراندگی باشد. آدمی قرآن ناگذرانده باشد و چی خود گناهکار می شود چی شنونده ها گناهکار می شود. سوال درار انشاءالله اینجا یک چند سوالای تعجیلی هم آمده است برادرای عزیز. ما اینها را جواب شد جمعه آینده خدا خواسته باشد با سوال جواب میکنیم، زیرا من اکثری سوال‌های خیلی مهم بودند، چه در باب اسراف بود،
چی در باب معرکه های نادرستی که ما و شما داریم اینجا سوال ها شده است و چی درباره محبت وطن دوستی بود. من با شما باید صحبت میکردم، از بس که وقتی نیست. انشاءالله جمعه آینده من در این بابت ها با شما صحبت میکنم. فقط دیروز ما در قرغن تپه مجلس بود، در حضور مفتی، در حضور رئیس کمیته دین اسلام، در حضور ایشان سید جان و انجا معاون ولایت ختلان، میر شهر همون قرغن تپه و دیگر نفرها اشتراک داشتن. مجلس گذشت در اونجا. من از شما باید که اونها گفتن و تمام مردم خبر دهید، در اونجا در باب یعنی اسراف و معرکه های نادرست ما و شما گفتن صحبت کنید که چگونه که رئیس جمهورم مفتی را قبول کردن. اگر شما دیده باشین در باب همین اسراف و معرکه های نادرست صحبت ها کردن. و باز در باب اختلاف هایی که در امروز در جمهوری پیدا شده است، اختلاف هایی که آمین بلند، پای های کشاد، دست های بالای سینه، این مسئله هم خیلی یعنی موضوع مهم و گفتن که در این مسئله ها صحبت ها کنین تا که بسیار یک نقطه حساسی هست که شاید که ناآرامی پیدا شود. برادرای عزیز خوب توجه کنید. من شما را تحقیر کردنی نیستم، من هیچ کدام شما را حقی سنگ زدنم ندارم، لیکن بسیار گرد همین موضوع مسئله های زیاد دیده شده ایستاده است، گفتگوزارها و گفتوشینده های زیاد شده ایستاده است، عاقبتی ناخوب دارد. بیاید همین مسجدهای کشاده ما و شما را ضرر نکرده است. بیاید همین داعی هایی که دعوت دارن پیش راه همین ها را نگیرید. بیاید همین مدرسه هایی که در ما و شما کشاده هستند دروازه همین مدرسه ها را نبندیم. با یک آمین گفتن تو دنیا روشن نمی شود، با یک آمین گفتن تو جامعه اصلاح نمی شود، با یک دستی بالای سینه بستن تو شریعت مستحکم نمی شود. امروز موضوع های مهم خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. اگر چنده که زیر ناف گرفتن دست سنت است، پس گفتن آمین سنت است. همین طریقی که از ابو حنیفه ما و شما داریم، برادرای عزیز به همان مراجعت میکنیم، فریفته هیچ کس نشوید. از همین راهی که گرفتیم از همین راه بیرون نشویم که خطر زیاد داره. ما دوستار ابو حنیفه هستیم و می باشیم و همچنان می رویم. چی زلال و چی نقص و چی کمبودی در این مذهب دیدیم که رجوع به دیگر رویه ها و جریان ها میکنیم. امروز شیعه هم میخواهد جریان خودش در بین ما جاری کند، نصرانیش هم میخواهد جاری کند، تا که همین تاجیکستان آرام ما و شما را، این تاجیکستانی که اینقدر پیشرفتی دارد، رئیس جمهور چند قدر حرکت ها برای بهبودی کرده ایستاده است، همین ما و شما باور کنید از دست میتیم، بعداً پشیمان میشیم، فایده ما نمیکنه. این مسئله در اونجا دیده شد. بسیار از شما خواهش میکنم انشاءالله هر مسئله برآمد در ما توجه، در ما از ما پرسان، از هیچ کس نپرسید. خدای مهربان عاقبت ما و شما را به خیر بگرداند و تن همه ما و شما را خدای مهربان صحت و سلامت نگه بدارد و خداوند همه ما و شما را از جمیع گزندها و تهمتها در حفظ امان خودش نگه بدارد و خداوند این جمهوری ما را باز هم زیباتر و شکوفانتر بگرداند و تمام آن کسانی که در این جامعه ما خدمت میکنند برای بهبودی این مردم، برای آرام کردن این جامعه دلالت ها دارند، خدمت ها میکنند، خدا ایشان از کل آفت ها نگه بدارد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. اینجا در چند برادرها خیرها کردن و گفتن که امین پسر من کسلیمند است، قطعی خانواده هم، التماس در همین ماه بزرگ در حقشون دعا کنید. اکی سرخان ظاهرشاه 50 سامانی آمده است که در حق ما دعا کنید. برادرمان سنگ، اکی سنگ داماد اکی مولانا
150 سامان آورده دادن. خیلی من سومش نامگیر نمیکنم. برادرمان ولی و سفرمد آورده یاردم کردن برای کاری مسجد. حاجی یوسف جان، حاجی نعمت، ترسون، اکبر، اکای مظفری که اکسکواتری که در این بیرون کار کردن، اکای رئیس کریم خان در اینجا سهمیخشان گذرانیدن، حاجی سرخان همراه پسرانش